اگر سخن درباره تاجیک‌آباد می رود، این یک دیار زیبا، دیاری که پر از فضیلت ها، زیبایی ها و همه اون زیبایی هایی که تمام تاجیکستان دارد اینجا هم دارد. این کوه های بلند، این برفی بالای کوه که تمام سال همچه زیبایی میستد و این هوا و فضا و همین از اگر با چشمی آگاهانه و شاعرانه نگاه کنید، وقتی که از این ناحیه رشت به طرف کوپروکی تاجیک‌آباد میایم، در روبرو یک منظره است. باز من در ماشین با استاد خیراندیش هم گفتم که به همین یک نگاه 8 قبتی طبیعت رو دیده میشد. همین یک نگاه، مثلا دریا است، بعد ساحل ریگ است، بعد دشتای سبز است، بعد تپه‌های سبز است، چهارم پنجم بنام کوه‌های سیاه است، بعد ششم کوه‌های سفید است، بعد هفتم ابر است، بعد هشتم آسمان است. ان همین را اگر کسی دیده تواند عاشق این وطن میشد، عاشق این کشور میشد. خب ولی در کنار فضیلت‌های طبیعی و الهی و اقلیمی، باز تاجیک‌آباد دو فضیلت دیگر دارد که اون هم بسیار مهم است و باید ذکر شود. اول اینکه تاجیک‌آباد تنها ناحیه است که هم نام ملت است، یعنی نام ملت در نام این ناحیه ثبت گردیده است و این را شما میدونید پیشوای محترم ملت همین را ذکر کردند و در درآمدگاه ناحیه همین نوشته شده است و هم نام ملت بودن این یک افتخار است و در این زمان یک مسئولیت است. یعنی ما یک بچه‌مون اگر یک نام بلند گذاریم، مثلا در خانه ما یک بچه‌مون محمد نام داره، مادرش میگه که تو به اخلاقی نکن، نام تو محمد است. یعنی نام یک مسئولیت دارد، یک بار ارزشی دارد. بنابراین وقتی که نام ایجا تاجیک‌آباد است، هم افتخار است و هم مسئولیت، به این معنی که این دیار باید هم از فرهنگ، هم از معنویت، هم از رشد، هم از ملی بودن باید یک نمونه عبرت برای همه ما باشد، زیرا همینجا شرفی داشتن نام ملت رو دارد. این یک طرف. از طرف دوم اینکه این نام رو خودی قهرمان ملی ما، قهرمان تاجیکستان استاد باباجان غفورov گذاشتن و سببی تاجیک‌آباد نام شدن همین دیار از سوی استاد غفورov بسیار لحظه و گپی مهم است، زیرا استاد غفورov یک عمر تاجیک گفته است، تاجیک نوشته است، تاجیک آموخته است و بزرگترین کسی که کی بودن و چی بودن این تاجیک رو میدونن، مؤلفی شاهاسری تاجیکان. و استاد وقتی که در این فاجعه زمین لرزه هایید همچون رهبر دولت آمده چند مدت اینجا ایستاده بودن در ستادی زمین نجاتی زمین لرزه و در همین معامله و گفتگو رفتار هر روزه همین مردم در زبان، در لهجه، در آهنگ، در گویش، در هنر این مردم، در طعام ها، در اخلاق، در مهمانداری این مردم، در عرف و عادت و حتی در سیما و چهره نورانی این مردم، همون تاجیکی که تصور میکردن گفتن انمین است. بنابراین استاد غفورov گفتن که نام این ناحیه باید تاجیک‌آباد باشد. این لحظه مهم تاریخی، زیرا این را من نگفتم یا اون مردم از اینجا از دوستداری محلش نگفته است، بلکه بزرگترین کسی که حقوق دارد بگوید که همین تاجیک یعنی چی، او کس گفتن که به خاطر همین صفت‌های تاجیکی که در این مردم من دیدم این ناحیه را تاجیک‌آباد نام می‌گذاریم. این یک افتخار است که من فکر می‌کنم هر یکی ما
از این خرسنده و هر یک ساکن این ناحیه از این افتخار حتما سربلند است. این درباره ناحیه. تشکر. کوچه کوچه مهربانی، حجم سبزی بی نهایت، التفاتی بی بهانه، مشک بیزی سحرگه، نور پالای شبانه، میوه شیرین، شیوه شیرین، روی گرمی تاجیکانه، مرز سنگرهای سنگین، حکمتی کوهی سغانه، دوستت دارم چو گندم، خوشه خوشه دانه دانه، تاجیکابادی بهشتی، تاجیکابادی یگانه. قطبی روحانی مردم، لنگری پیری طریقت، درکی عرفانی میهن، شرحی عرفانی وحدت، باستانی طرز هستی، نسخه وادی حیرت، جوهر و سیمای ملی، همدم و همنام ملت، زیره و مرجان مادر، مهره گرد خزانه، تاجیکابادی بهشتی، تاجیکابادی یگانه.